سلام، من عضوی از تیم مدرسه فایل هستم و خیلی خوشحالم که توی این برنامه آموزشی همراه شما هستم. این برنامه توسط سایت مدرسه فایل به آدرس madrasefile.com تهیه شده، یعنی مرجع تخصصی فایل ها و آموزش ها برای مدیران، معاونان و مربیان عزیز. توی این چند دقیقه قراره به شما نشون بدیم که چطور یه برنامه سالانه جامع و کاملاً عملیاتی تدوین کنید. برنامه‌ای که نه فقط وظایف شما رو سازماندهی میکنه، بلکه یه تأثیر واقعی و موندگار توی زندگی دانش آموزان میذاره. ببینید، برنامه‌مون 6 تا بخش اصلی داره. با هم قدم به قدم پیش میریم، از چرایی و اهمیت برنامه‌ریزی شروع میکنیم و میرسیم به چگونگی اجرای اون. پس با ما همراه باشید. بسیار خوب، بریم سراغ بخش اول. بیایید با این سوال اساسی شروع کنیم که اصلا چرا یه برنامه مکتوب اینقدر برای مشاور مدرسه حیاتیه؟ این برنامه فقط یه سند اداری خشک و خالی نیست که بذاریمش توی کشو. نه، این دقیقاً مثل یه نقشه راهه، یه چراغ راهنماست که مسیر شما رو برای حمایت از سلامت روان و پیشرفت تحصیلی بچه‌ها روشن میکنه. وقتی یه برنامه جامع تدوین می‌کنید، در واقع 4 تا مزیت کلیدی به دست میارید. اول اینکه فعالیت‌هاتون از حالت واکنشی خارج میشه. دوم، تمرکزتون بالا میره و از پراکنده‌کاری جلوگیری میشه. سوم، همکاری تیمی، یعنی مشارکت اولیا و معلم‌ها خیلی قوی‌تر میشه. و در نهایت، یه مبنای درست و حسابی برای ارزیابی عملکرد خودتون دارید. خب، حالا که به اهمیت موضوع پی بردیم، بیایید ببینیم بنیاد و اساس برنامه‌تون باید روی چه وظایفی استوار باشه. میریم سراغ بخش دوم. وظایف شما توی مقاطع مختلف تفاوت‌های کلیدی با هم دارن. مثلا توی مقطع ابتدایی تمرکز بیشتر روی سازگاری بچه‌ها با محیط مدرسه است، تقویت مهارت‌های اجتماعی پایه یا شناسایی زودهنگام مشکلات یادگیری. اما وقتی میرسیم به دوره متوسطه، داستان فرق میکنه. اونجا هدایت تحصیلی و شغلی، مدیریت چالش‌های دوران بلوغ و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پیچیده‌تر در اولویت قرار میگیرن. خب، قبل از اینکه هر نقشه‌ای رو بکشیم، باید زمینی که روش ایستادیم رو خیلی خوب بشناسیم. برای همین این بخش سوم رو به تحلیل وضعیت موجود مدرسه اختصاص دادیم. سوال اینه: چطوری یه برنامه واقع بینانه بنویسیم که دقیقاً منطبق بر شرایط مدرسه خودمون باشه؟ جوابش توی یه تحلیل دقیق و استراتژیک نهفته است. یه ابزار خیلی معروف به اسم تحلیل سوات. با این تحلیل شما میایید 4 تا چیز رو بررسی میکنید. نقاط قوت داخلی، مثلا یه مدیر حامی یا معلم‌های با تجربه. نقاط ضعف داخلی، مثل کمبود بودجه یا فضای ناکافی. بعد میرید سراغ فرصت‌های خارجی، مثلا همکاری با مراکز فرهنگی محلی. و در نهایت تهدیدهای خارجی، مثل افزایش آسیب‌های اجتماعی. با شناسایی این 4 مورد، برنامه‌تون کاملاً واقع بینانه میشه. و حالا میرسیم به قلب برنامه. بخش 4، تقویم اجرایی ماه به ماه. همونطور که ما توی مدرسه فایل که مرجع تخصصی مدیران و مربیان هست، همیشه تاکید می‌کنیم این تقویم اجرایی در واقع نقشه عملیاتی شما برای کل ساله. ببینید، سال تحصیلی شما یه سری نقاط عطف کلیدی داره. مثلا مهر ماه، وقت نیازسنجی و استقباله. آذر ماه، اوج کارهای هدایت تحصیلیه. دی ماه، مدیریت استرس امتحانه. اردیبهشت، جمع‌بندی هدایت تحصیلی و خرداد هم که ارزیابی نهاییه. پس بیایید کار رو به چند قدم تقسیم کنیم. قدم اول، توی مهر ماه، نیازسنجی اولیه و تشکیل پرونده هاست. قدم دوم، آبان ماه، شروع مشاوره‌های فردی و بازدید از کلاس‌ها. و قدم سوم، آذر ماه، اجرای برنامه‌های مهم هدایت تحصیلی و کارگاه‌های پیشگیرانه. 3 ماه اول در واقع فصل کاشت و زیربناسازیه. خب، میریم سراغ نیمه دوم سال. قدم 4 یعنی دی و بهمن، مدیریت استرس امتحانات و تحلیل نتیجه ترم اوله. قدم 5 اسفند و فروردین، وقت برگزاری کارگاه‌های خودشناسی و برنامه‌ریزی برای امتحانات نهایی و نهایتاً قدم 6 توی اردیبهشت و خرداد، تکمیل فرایند هدایت تحصیلی و تهیه گزارش عملکرد سالانه است. اما یه برنامه عالی فقط به کارهای روتین و روزمره محدود نمیشه. نه،
باید برای موارد خاص و مهمتر از اون برای پیشگیری از آسیب‌ها هم برنامه‌ریزی کنه. این میشه بخش 5 ما. برنامه شما باید انعطاف پذیر باشه. یعنی چی؟ یعنی برای مدارس خاص باید تطبیق داده بشه. مثلا توی مدارس نمونه شاید تمرکز روی تقویت فرهنگ ایثار و شهادت باشه. توی مدارس تیزهوشان مدیریت استرس تحصیلی و مهارت‌های پژوهشی اولویت داره. و البته یه سری برنامه‌ها هستن که برای تمام مدارس حیاتی‌ان، مثل طراحی کارگاه‌های مهارت نگفتن، مقابله با قلدری و آگاهسازی در مورد خطرات فضای مجازی. خیلی عالی. رسیدیم به بخش آخر، بخش 6. اینجا میخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم و منابع کاربردی که برای اجرای موفق این نقشه راه نیاز دارید رو با هم مرور کنیم. یادتون باشه نکته کلیدی اینه که یه برنامه سالانه موفق یه مجموعه کاغذ بایگانی شده نیست. اصلاً این یه سند پویا و زنده است که به شما توی مدیریت هوشمندانه و هدفمند کمک میکنه. باید در طول سال بهش مراجعه کنید و اگه لازم شد به روزش کنید. برای اینکه کار شما راحت تر بشه، ما توی تیم مدرسه فایل یه جعبه ابزار کامل براتون آماده کردیم. چی توش هست؟ فرم خام و نمونه تکمیل شده تحلیل سوات، فرم‌های صورت جلسات مشاوره، فرم‌های ارجاع و رضایتنامه، یه چکلیست کامل از مراحل تدوین برنامه و از همه مهمتر یه نمونه کامل برنامه سالانه که کاملاً قابل ویرایشه و با فرمت ورد در اختیارتون قرار میگیره. پس برای دسترسی به این فایل کامل و قابل ویرایش و البته 10 منبع کاربردی دیگه، کافیه همین حالا به سایت ما یعنی madrasefiles.com مراجعه کنید. با این کار 10 ساعت توی زمانتون صرفه‌جویی می‌کنید. و در آخر این سوال مهم را از خودتون بپرسید: آیا برای ساختن آینده بهتر برای دانش آموزانتون آماده اید؟ امیدوارم این راهنما براتون مفید بوده باشه. یادتون نره شما معمار موفقیت دانش آموزان توی مدرسه هستید. از اینکه با این برنامه آموزشی از طرف تیم مدرسه فایل همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزارم.